خب یکی از مشتریامون برامون یه گوشی جیدوکو رو برده، میخوام دکورش رو عوض کنیم. خلاصه این که FRP شده، قلف FRP شده و قلپش رو میخوایم بشکنیم و شارژ هم نداره. زدمش به شارژ که شارژ بشه، 1% داره نامرد. دیگه گفته 1 ساعت فوری برام آمده. منم گفتم فوری ویدیوم بگیرم و همونطور که توضیح میدم برای شما عزیزان بدرستمش، یعنی درستش بکولم، یعنی بکولم درست. خب این گوشی نوستالژی. توضیح در مورد گوشی جیدوکور در دوران خودش به همونطور میدونید دیگه، خودت حالا من بیام توضیح بدم، ولی خود توضیح بدم که بگنجونم این ویدیو رو، لانگش کنم به قول یارو. خب اول اینکه این توضیح رو بدم، مهمترین چیزش اینه که یه سیم کارتی باشه که پین داشته باشه. ما باید حتما اینو اوکی. حالا من میرم داخل گوشی، بعدم توضیح میدم که چطوری اینو درست کنیم. اول میریم ببینیم واقعا قلفه، این چیز کیک نباشه، واقعی باشه. و ما چیز برو بعدی agree ببینیمش درست کار میکنه این، ببینیم درست کار میکنه این، درست کار میکنه این. میبینیم که رمز میخواد بیا آقا، چه نه برو جلو، یادم رفت. ببینیم اینو گل بهارم. خب اینجا هم که جیمیل میخوام و جیمیلشون نداریم. خب حالا خاموشش میکنیم، شروع میکنیم به درست کردنش. اصلیش میاد خاموش گل بهارم، لا 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 لا، با این صدای نکرم میخونم براتو، حوصلتون سر نره. ولی خب گوشی واقعا خدازده ای هستش، خیلی شکستنی داره، ولی دیگه واسه صاحبش دیگه حتما دنیاییه دیگه. هر چیزی، هر کسی که داره واسه صاحبش دنیایی هستش. خب اینجا خیلی مهمه، دقت کنید عزیزان من. رمزه رو میزنیم. خب دستتون روی پاور باشه، اینو قشنگ توضیح بدم. اوکی رو که زدید این دوبار سری میزنید این چیه رو، پاور رو. آورد بالا، میبینید از اینجا آمد. خب اینجا ما اینجا نگه میداریم، اینو میزنیم چیه، دتالیس. اینو که بزنیم ما رو هدایت میکنه اینجا. اینو میزنیم. اینو که زدیم میایم روی اوم اسکرینر رو میزنیم. خب اینجا میانیم فاین ست اس، اینا خوب نمیگیره. خب ست اس دکیتی توت چیه میزنیمش. اینو که زدیم میزنیم روی اندروید ستاپ و نه اصلا اندروید ستاپ نبود، یه لحظه روی این بود، insert apps connect، اینو میزنید. حالا درست شد. خب بعد روی این علامت سواله میزنیم بالا. اینو که زدیم صبر میکنیم. خب حالا این روی شیر میزنیم. روی اینا که زدیم روی این گوگل گو نگه میداریم، اینو اوکیش میکنیم. آره حالا رفت روی این. خب اینجا use without Google account میزنیمش، دانو میزنیم. خب اینجا مهمه، اینجا ما می نویسیم FRP روی اینجا. FRP چی بود by paste. خب اینو که زدیم روی همین اولیه اوکی بگلیم. اینترنت 3G نامر دیگه کمیست دیر میام. اینجا میام روی این ست روی قلپه میزنیم، ما رو اینجا هدایت میکنه. خب اینجا ما یه پین انتخاب بکنیم. یه لحظه پین بهتره یا
از اینا انتخاب کنیم. خب این بهتره، راحت‌تره. continue تمام. next skip. خب حالا میایم بیرون. بیا بیرون بیا، تو رو خدا بیرون بیا. خب بیا. از اول اومدیم، حالا میریم داخلش. agree. حالا ببین اون پینی که ما اونجا انتخاب کردیم اینجا آوردش بالا دیگه. ما ام انتخاب کردیم، تمام. به همین راحتی قلپو شکستیم، خیلی راحت شکستیم. خب کانال ما رو سابسکرایب کنید. ما برای شما ما اسکیپو بزنم تا آخرش هم بریم. کانال ما رو اولا سابسکرایب کنید. میگه اینجا یه اسم بس خودش انتخاب کن. دی من یکی میزنم مثلا. کانال ما رو کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو دنبال کنید، لایک کنید، اینور کنید اونور کنید. اینجا ما هر روز ویدیوهای آموزشی براتون میذاریم، ویدیوهای آموزشی ناب خپنگ. اینم از جپنگ که شد باز پپنگ. میبینیم خیلی راحت قلپشو شکستیم. تشویق کنید ما رو. هیچ که نیست تشویق کنه، خودم تشویق میکنم.